استاد یک مدت یک سوال خیلی درست کرده بودن همون مختصرا مقصد بگیم یگان توصیه براشون بودیم گفته که من یک مادر هستم یک چند سال است که مقصد فکرهای بد اذیت میدهند مقصد یک حادثه هایی که به سرم نآمده درباره همونا فکر میکنم که یک مقصد به سرم این خیل حادثه ها بیا به سر فرزندم و شوهرم مقصد هر خیل فکرهای بد یگان بیماری های علاج نشونده هم خیلی فکرها عذاب میتنه هم برو میگه طالب علم هستم به تقدیر نیکی و بدی به همه این ایمان دارم ولی از چی خاطر باشه شاید وسوسه های شیطانی باشه یگان چی باشه که فکرهای بد مقصد اذیت میداد یعنی مدر یگان توصیه میدونیم خب بله، علل خصوص اگر شما اهل ایمان باشید و طالب علم باشید و این خیلی فکرها می آمده باشد، این از وسوسه های شیطان است، میخواهد اذیت دهد. میبیند که شما را به گناه برده نمیتواند، بعد همین خیلی فکرها را در سرتان میبیارد تا اینکه فکرهای شما را پریشان کند، شما را غمگین سازد. او دشمن انسان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر انسان در دلش با نفسش بعضی سخنها را میگوید، این خیلی میشد، این خیلی میگم، هر خیلی سخنها فقط در قرارت نفسش از خاطرش میگذرد، مادامی که تلفظ نکند گناهکار نمیشد. ما لم تعمل او یتحدث، مادامی که سخن نکند، مادامی که عمل نکند طبق همون دستور، گناهکار نمیشد. و بعضی صحابه ها گفتند که یا رسول الله، ما گاهی به خاطر ما یک قولا میبیاد که به جای گفتنی و این قول از آسمان افتیم و گوشتامو به زمین افتیده پاره پاره شده آمده پرنده ها خورد، برای ما بهتر است. یعنی ما وی نمیگوییم و به قلب ما میخواه بعضی گپا میبیاد. گفتن که این از ایمان است. همین از ایمان است که مقصد شما نمیگویید. هر چیزی که در قرارت نفس میگذرد این چیزا گناهکار نمیشد بنده. توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردن از شر شیطان و از وسوسه شیطان به الله تعالی و از باز ایستادن. همین خیل فکرها رو فکرتون به دیگر جا میبرید و امکانیت ندید که در داخل شما همین خیل فکرهای خالی گذشتن گیرد. بعد از همه مصیبتی و وزنینی که در این دنیا میشه این موت است. و این موت مصیبت هم نیست. اگر برای شخص مومن حضرت بلال رو نقل میکنن که وقتی که مثلا دوست واخوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، روزی واخوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم تمنا میکرد و بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم غمگین بود که دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دنیا نمیبیند. و حضرت عثمان وقتی که خواب دیدن که در خوابشون همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همراهی حضرت ابوبکر، همراهی عمر افطار کرده ایستادیان، همان سحری کردیم، روزه داشتیم که بیگاهی افطار با بزرگان است گفتن. یعنی اونو از مردن نمی ترسیدن، بلکه مردن دوست می داشتن، برای اینکه وقتی که وفات میکنن به نزد بزرگان می روند. و نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، دیگر اکنون رفیق ما رفیق عالی ترین است و نزد الله می رفتن. از نزد این مردم و نزد الله تعالی می روند. و وقتی که سفیان ثوری را پرسیدن که برای چی بسیاری مردم از مردن می ترسند و حیات دنیا را دوست می دارند، گفتن که آخه اینا اینجا را آباد کردن، اونجا خراب است، کی به سوی خرابی رفتن می خواهد. اما آدمی که ایمان داره از مردن نمیترسد. از مردن که نترسید، از دیگر مصیبت ها به طریق اولا نمیترسد. سپس اینکه به چیزی که به سرتان حالی نآمده است پروا نکنید و گمانی نکنید که الله تعالی به کسی ظلم نمیکند. این عنیق است چیزی. الله تعالی مقداری فتیل در دانه خرمایت در مابینش یه ریسمانچه هست. ولا یظلمون فتیلا. الله تعالی میگه که مردم قدری فتیل ظلم کرده نمیشه. از جانب الله تعالی ظلم نمیبینید. اگر رفت یگان مصیبت هم که به سرتان آمد و خیر است. الخیر كله فی یدیک، نیکی همش در دو دست تو است. و شر لیس الیک، بدی از جانب تو نیست. بنابراین به مصیبت و بلاهایی که آینده آمدنی هست پروا نکنید. عین حال وقتی که سحر خستید که جسمتان سالم است، مومن و مسلمان هستید، در نزدتان
یا برده نانی هست که به همین روز کفایتی میکند. کدام آدمی که همین خیل اگر از خواب خیزد او گمان کند که تمام نیکی های دنیا در پیشش جمع آورده شده است. چیزی که حالی نآمده است و وی غمگین نشوید. چیزی که گذشت دیگر پروای اون نکنید. همین روزه حیاتتان را طبق شریعت کنید. بله، و از الله تعالی خواهش کنید همین چیز شما رو اذیت میدهد، از الله تعالی خواهش کنید که همین مصیبت از من بردار، وسوسه را از من بردار. دعا را زیاد کنید، استغفار را زیاد کنید، قرائت قرآن را زیاد کنید. قرائت قرآن شفا است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. الله تعالی قرآن را شفا گفته است. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. و این شفا قرآن فقط به بیماری های روحی نیست، هم به بیماری های روحی، هم به بیماری های قلبی و هم به بیماری های بدنی و جسمی و به تمام انواع بیماری ها قرآن شفا هست. بنابراین بسیارتر قرآن گوش اندازید، قرآن قرائت کنید و به ترجمه قرآن و به سخنهای علمی گوش اندازید و توبه و استغفار را زیاد کنید و میتوانید در تمام لحظه ها به زبان مادریتان از الله تعالی بپرسید که الله تعالی برایتان توفیق بندگی دهد. واقعا الله تعالی گفت که و انها لکبیرة الا علی الخاشعین و این نماز وزنین است، لثقیلة، بسیار وزنین است مگر برای خدا ترسان. یعنی 2 رکعت نماز در 5 دقیقه خوانده میشد، ولی به بعض انسان ها از تلقان کردن کوه دیده وزنین تر است. ثقیله. الله اگر آسان نکند این وزنین است. الله هدایت کند.